به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 16 از شیمی امیدو رو در خدمتتون هستیم. یه تمرین جلسه قبل داده بودیم، اون تمرین رو حل کنیم، بعد بپردازیم انشالله به ادامه مبحث. گفته بودم که نیتروژن در کدام یک از واکنش‌های زیر اکسید شده و در کدام یک کاهش یافته. خب اولین موردی که گفته بودم N2 بود، به روی تبدیل میشه به NH3. خب N2 رو که ما گفتیم چون عنصر عدد اکسایدش 0 هست، من اینجا نوشتم HNO3. ببینیم چند میشه. اول به دستش میاریم و بعد حالا جایگزینیش میکنیم و مشخص کنیم که اکسایش یافته یا کاهش یافته. گفتیم جای هیدروژن 1 میذاریم، نیتروژن رو که نداریم، اکسیژن هم که قرار -2 باشه. خب 3 تا -2 تا میشه -6 تا برابر با 0. چون که این هیچ باری نداره پس من برابر با 0 قرار میدم. خب جمع جبریش رو انجام میدم. n-های 5 برابر با 0، nش میشه -5. پس نیتروژن توی HNO3 -5. خب حالا باید پیدا کنیم دیگه. از 0 میشه -5، یعنی افزایش پیدا میکنه از اکسایش. بنابراین واکنش ما میشه چی؟ اکسایش پیدا کرده اینجا نیتروژن. خب مورد بعدی این هست که N2 میشه NH3. خب باز اینجا N2 صفره، اما برای NH3 باید به دست بیارم. N رو ندارم بلکه 3 تا برای هر هیدروژنی یه بار مثبت دارم. چون 3 تاست میشه 3 بار مثبت. پس میشه -3 برابر است با 0. چرا؟ چون NH3 هم هیچ باری نداره. پس N برابر با -3 است. پس اینجا N من -3 است. خب از 0 که رسیده -3، یعنی عدد اکسایش من کاهش پیدا کرده. پس این میشه نیم واکنش کاهش، یا نیتروژن در اینجا کاهش پیدا کرده. خب مورد بعدی HNO2 هست که تبدیل میشه به NaNO2. برای هر دو باید به دست بیارم دیگه. خب H گفتیم یه بار مثبت، نیتروژن رو ندارم. اکسیژن هم میشه 2 بار منفی. خب چون 2 تا دارم میشه -4 برابر با 0، چون HNO2 هم هیچ باری نداره. خب جمع جبریش رو انجام میدم. N میشه -3. خب این ور ببینم. اولا Na داده، Na جزء گروه 1 هست و گفتیم گروه 1 ها رو همیشه عدد اکسایشش -1 در نظر بگیرید. نیتروژن هم که ندارم. اکسیژن هم که باز اینجا میشه 2 تا بار منفی که 2 در -2 میشه -4. باز برابر با 0 قرار میدم چون هیچ باری نداره. جمع جبرش انجام میدم. باز N میشه -3. خب در اینجا مشخصه که اصلا عدد اکسایش تغییری نکرده، یعنی اصلا این نیم واکنش اکسایش یا کاهش محسوب نمیشه. من قسمت پایینم نوشتم براتون عدد اکسایش تغییر نکرده است، پس واکنش اکسایش کاهش نیست. پس اینجا تغییر نکرده، اما مورد اول اکسایش، مورد دوم هم کاهش بوده. خب بریم سراغ ادامه مبحث الکتروشیمیمون. بریم سراغ موازنه کردن واکنش های اکسایش کاهش. خب ممکنه یه واکنشی به شما بدن به این صورت. البته حالا معمولا واکنش به این سادگی به شما نمیدن، حالا یکم سخت‌ترش رو بعدش حل میکنم براتون. اما خب میخوام اینجا رو یاد بگیرید اصلا مراحلش چیه، بعد بپردازیم به اون قسمت. خب وقتی یه موازنه واکنش‌های اکسایش کاهش رو شما در نظر دارین، اولین کاری که میکنید باید نیم واکنش‌ها رو بنویسید. وقتی نیم واکنش‌ها رو نوشتید به ترتیب نیم واکنش‌ها رو موازنه کنید. وقتی موازنه رو انجام دادید میتونید واکنش کلی رو از روی اون تشخیص بدید. خب مثلا نیم واکنش اینجا میگیم آل میشه آل 3 بار مثبت، درسته؟ آل که میشه آل 3 بار مثبت اینجا مینویسیش. حالا باید شما موازنه جرم و موازنه بار کنید. موازنه جرم که هست خودش دیگه، اینجا یه آلومینیوم، اینجا هم یه آلومینیومه. اینکه الکترون حالا کجا و چند تا اضافه کنید و دیگه باید یاد گرفته باشید. تو جلسه قبلی گفتیم ما الکترون رو جایی اضافه میکنیم و به تعدادی اضافه میکنیم که در دو طرف عدد اکسایش با هم دیگه برابر بشن، درسته؟ خب ببخشید، دو طرف بارشون با هم دیگه برابر بشن. به عنوان مثال اینجا 3 بار مثبت داریم، اینجا 0. پس من 3 الکترون رو این سمت اضافه میکنم که با این 3 تا بار منفی با 3 تا بار مثبت 0 بشه، دقیقاً شبیه به اون سمت بشه. خب این میشه نیم واکنش اکسایش. حالا اون یکی میشه Cl2 میشه Cl منفی. دقیقاً اول این رو بنویسید. Cl2 میشود Cl منفی. خب اول موازنه جرم بعد موازنه بار. خب نگاه کنه اینجا Cl2 2 تا کلور داره دیگه، اینجا یه دونه است. پس من یه 2 اضافه کنم که موازنه جرمم درست در بیاد.
بعد برم سراغ موازنه بار. خب الان که موازنه جرم شد، موازنه بار چجوریه؟ اینجا من صفر بارم، اینجا 2 تا بار منفیه. خب برای اینکه این دوتا رو با هم دیگه برابر کنم، من فقط الکترون دارم اضافه کنم، پس مجبورم الکترون رو 2 تا این ور اضافه کنم که این ور بشه 2 بار منفی، اینجا هم 2 بار منفی. درسته؟ چون شما وقتی بار منفی دارید نمیتونید خنثیش کنید، چون شما فقط الکترون دارید که میتونید تنظیم کننده بارها باشه. پس زمانی که یه طرف بار منفی داره یه طرف صفره، حتما به اون طرفی که صفره به تعداد مناسب الکترون اضافه کنید که هر دو طرف بار منفی بشه. درسته؟ اما اینجایی که بار مثبته میتونید دقیقا همون قسمتی که بار مثبت الکترون اضافه کنید تا با اون یکی که صفره با هم برابر باشه. اما توی منفیان نه، باید به قسمتی که صفره اضافه کنید که هر دوش بشه مثلا به تعدادی بار منفی. اینجا دو بار منفی دارم، اینجا هم 2 بار منفی. خب الان میخوام ادامه موازنه رو انجام بدم. این شد نیم واکنش کاهش، بالایی هم که نیم واکنش اکسایش بود. برای که بیایم واکنش رو به صورت کامل بنویسیم، حواستون باید باشه که تعداد الکترون های نیم واکنش ها حتما با هم برابر باشه. اگه با هم برابر نباشه اصلا من نمیتونم این 2 تا واکنش رو با هم جمع بزنم. پس باید تعداد الکترون ها رو ابتدا با هم دیگه چیکار کنم؟ یکسان کنم. خب این 2 این 3 دیگه، چاره ای ندارم. باید نیم واکنش بالایی رو در 2 ضرب کنم، نیم واکنش پایینی رو در 3 ضرب کنم که این 2 تا الکترون ها با هم برابر بشن. خب همین کار رو انجام دادم دیگه. بالایی میشه 2 تا Al، 2 تا حالا به همه دیگه اضافه میشه دیگه، 2 تا Al 3 بار مثبت به اضافه 2 تا هم 6 تا الکترون. پایینی هم باید در 3 ضرب کنم، پس میشه 3 تا Cl2، 3 2 تا هم 6 الکترون میدهد 6 تا Cl منفی. الان میتونم اجازه دارم که اینا رو با هم جمع کنم و واکنش کلی رو بنویسم. بنابراین چون اینجا 6 الکترون اینجا هم 6 الکترونه با هم دیگه حذف میشن و من بقیه‌اش رو میتونم بنویسم. 2 تا Al به اضافه 3 تا Cl2 میدهد 2 تا Al 3 بار مثبت به اضافه 6 تا Cl منفی. اینو بنویسید کامله، یعنی دقیقا این رو شما چیکار کردید؟ موازنه کردید. یه 2 میخوره، 3 2 میخوره و 6 میخوره. درسته؟ موازنه به طور کامل انجام شده. در صورتی که ما تو موازنه های معمولی این کار انجام نمیدادیم، فقط موازنه جرم میکردیم. مثلا اگه اینا این بارا وجود نداشت میگفتیم خب آل اینجا یکیه اینجا هم یکیه، فقط یه 2 میذاشتیم اینجا میگفتیم موازنه شده. اما حواستون باشه تو واکنش های اکسایش کاهش ما موازنه بارم داریم، یعنی تا زمانی که بارای شما با هم برابر نشده شما نمیتونید بگید ما این واکنش رو موازنه کردیم. الان نگاه کنید، این ور تساوی کلا صفره، هیچ باری وجود نداره. اما اینجا نگاه کنید 3 تا بار مثبت آلومینیوم داره، یه بار منفی هم Cl داره. اما نگاه کنید جوری که موازنه شده 2 3 تا 6 تا بار مثبت اینجا داره، 6 بار منفی هم اینجا، با هم دیگه بار منفی و مثبت ها خنثی میشن، پس این ور تساوی هم میشه 0. درسته؟ پس ما حتما باید به صورت نیم واکنش اینا رو بنویسیم که بتونیم جواب رو به صورت درست به دست بیاریم. خب الان یه نکته هم من اینجا نوشتم خدمتتون. یا وقتی یه بار مثبت یه بار منفی در کنار هم قرار بگیرن، من میتونم به صورت نمک بنویسمش. یعنی شما آلومینیوم دارید دیگه، درسته؟ با کلور راحت میتونم من بنویسم AlCl3، 2 تا AlCl3 بنویسم، انگار همون بالایی رو نوشتم 2 تا Al 3 بار مثبت به اضافه 6 تا Cl منفی. ببینید نیازی نیست که اینی که من نوشتم رو حتما بنویسید. چرا؟ چون از شما خواسته این واکنش رو موازنه کنید. شما موازنه کردید، تموم شده. اینو برای یادگیری خودتون گفتم زمانی که حالا بار منفی و مثبت دارید راحت میتونید باش نمک تشکیل بدید، چون توی ظرف هست دیگه، حتما کنار هم دیگه قرار میگیرن و ترکیبتون رو میسازند. خب یه مثال دیگه که یکم حالا تقریبا میتونم بگم زیادتر هست حلش رو براتون اینجا مثال زدم. این واکنش رو به شما دادن، گفتن موازنه کنید دیگه، چون شما میدونید بار این ور اون ورش هست، پس میدونید واکنش معمولا واکنش اکسایش کاهش هست و باید به طریق 2 تا نیم واکنش پیش برید، یعنی آسان‌تر به جوابتون میرسید. خب نگاه کنید، نیم واکنش اولی که میشه Cu میدهد Cu 2 بار مثبت. خب دیگه بلدید دیگه، 2 تا الکترون به این سمت اضافه میشه و این میشه نیم واکنش اکسایشتون.
اما دقت کنید شما که نمیتونید 3 تا نیم واکنش بنویسید، شما فقط باید 2 تا نیم واکنش بنویسید، یه اکسایش یه کاهش. خب الان ما تعداد زیادتری از ماده هامون مونده، برای اینا باید چیکار کنیم؟ خب نگاه کنید شما CU که میشه 32 بار مثبت رو که دارید، اما بقیهش رو دیگه توی واکنش بذارید. مثلا بنویسید مثل همین حالتی که من نوشتم H مثبت به اضافه NO3 منفی میدهد NO2 به اضافه H2O. یعنی دیگه بقیهش که مون من همه رو کردم یه واکنش و بعد با هم دیگه بررسیشون میکنم. خب اینجا رو دقت کنید، من میخوام این نیم واکنش رو که مونده رو به صورت موازنه کنم، چون قرار نیم واکنش موازنه کنم دیگه. بالایی موازنه شد، پایینی رو اول گفتم بعد موازنه جرم کنم، بعد موازنه بار کنم. نگاه کنید اینجا یه نیتروژن دارم، اینجا هم یه نیتروژن، اینجا 3 تا اکسیژن دارم، این 2 تا با یکی 3 تا اکسیژن. بعد اینجا 2 تا هیدروژن دارم، اینجا یه 2 میذارم جای پیش H که موازنه جرمم انجام میشه. خب موازنه بارم باید انجام بدم دیگه. اینجا هیچ باری نیست، ببینم میتونم اینجا بارشو خنثی کنم. اینجا من یه بار منفی دارم، 2 تا بار مثبت دارم، پس 2 تا مثبت یه بار منفی رو هم دیگه میشه یه دونه بار مثبت. پس چون یه دونه بار مثبت دارم یه دونه هم الکترون اینجا اضافه میکنم، پس این ور خنثی میشه، این ورم که خنثی هست. درسته؟ خب من 2 تا نیم واکنشم آماده شد، حالا میام و میخوام واکنش کلی رو بنویسم. وقتی که میخواید واکنش کلی رو بنویسید باید حتما تعداد الکترون هاتون با هم برابر باشه. بالایی 2، پایینی یه دونه. پس اگه من نیم واکنش پایینی رو در عدد 2 ضرب کنم، دقیقاً 2 تا نیم واکنشم 2 تا الکترون خواهند داشت و من راحت میتونم اونا رو جمع کنم. پس میشه همین بالایی رو خودش مینویسم، Cu میده Cu 2 بار مثبت به اضافه 2 الکترون. قسمت پایینی رو همه رو در 2 ضرب میکنم، میشه 2 تا NO3 منفی به اضافه 4 تا H مثبت به اضافه 2 تا الکترون میدهد 2 تا NO2 به اضافه 2 تا H2O. درسته؟ خب الان من الکترون ها رو میتونم با هم حذف کنم. دلیلش هم اینه که این یکی توی محصولاته، یکی توی واکنش دهنده هاست. پس 2 تا الکترون رو با هم حذف میکنم. حالا بقیه رو همه مینویسم، میشه Cu، یعنی سمت واکنش دهنده رو با هم مینویسم، سمت فرآورده هم با هم. Cu به اضافه 2 تا NO3 منفی به اضافه 4 تا H مثبت میدهد 2 تا NO2 به اضافه 2 تا H2O به اضافه Cu 2 بار مثبت. بس شما اومدید این واکنش ها رو موازنه کردید و واکنش کلیش رو نوشتید. تنها تفاوتی که با واکنش قبلی داره، واکنش قبلی فقط 2 تا حالا عنصر بود که تغییر از اکسایش میداد، خب خیلی راحت پیدا میشدن. اما توی این یکی تعداد مولکول هایی که داریم بیشتره، بنابراین اولین کاری که میکنیم مثلا یه چیزی مثل CU که مشخصه و هیچ چیز اضافه ای نداره رو میگیریم با هم دیگه یه دونه حالا نیم واکنش، بقیه هم با هم دیگه یه نیم واکنش دیگه میذاریم و راحت میتونیم انشالله حلشون کنیم. درسته؟ خب الان هم حتی میتونید چک کنید دیگه، اینجا 2 تا بار مثبت دارید، اینجا هم نگاه کنید 4 تا بار مثبت 2 تا بار منفی، کلا میشه 2 تا بار مثبت که بارها با هم دیگه برابر شدن. جرمار هم که همون اول با هم دیگه برابر کردیم. خب اینم از موازنه که گفتیم خدمتتون. حالا بریم سراغ ماهیت الکتریکی واکنش های اکسایش کاهش. خب واکنش های اکسایش کاهش گرمازا هستند. اگر بتوان گرمای آزاد شده را به الکتریسیته تبدیل کرد و اون میگن سلول های الکتروشیمیایی یا گالوانی بهشون میگن. پس نگاه کنید ما واکنش اکسایش کاهش همون که اول بهتون نشون دادم، یه ظرف داریم مثلا یه تیغه Zn توی محلولی مثل CuSO4 حضور داره. درسته؟ خب ما این واکنش اکسایش کاهش انجام میشه، حتی ما دست بذاریم به اون دیواره ظرف میبینید دیواره ظرف هم یه مقدار گرم شده، بنابراین باعث میشه که ما بگیم این واکنش اکسایش کاهش انجام شده. اما اگه ما بتونیم این گرما رو تبدیل کنیم به الکتریسیته، خب این باعث میشه که ما این واکنش اکسایش کاهشی که انجام میشه یه مزیتی هم ازش پیدا کنیم و اون چیه؟ و این واکنش اکسایش کاهش رو چیکار کنیم؟ به الکتریسیته تبدیل کنیم یا به نیروی برق تبدیل کنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم. خب اون باید تغییرش بدیم. نگاه کنید اینجا واکنش اون نیم واکنشی که اکسایش پیدا میکنه
با نیم واکنشی که کاهش پیدا میکنه توی ظرفه. درسته؟ چون توی ظرفه این راحت الکترون از دست میده، به این میرسه، این الکترون رو میگیره و بقیه موارد انجام میشه. پس ما باید اولین کاری که میکنیم اینا ظرفا رو از هم جدا کنیم. به چه صورت؟ اگه میخوایم جریان الکتریسیته داشته باشیم و گرمامون به الکتریسیته تبدیل بشه، باید اولین کاری که میکنیم ظرفا رو جدا کنیم. مثلا اینجا یه ظرف جداگونه برای ZN بذاریم، اینجا یه ظرف جداگونه برای مس بذاریم. خب پس من تیغه ZN میذارم توی ظرفی که کاتیون خود ZN توشه، یعنی ZN دوبار مثبت توشه. حالا آنیونش هر چی میخواد باشه، ZnSO4 باشه، ZnCl2 باشه، مهم نیست. پس من تیغه رو گذاشتم تو محلولی از خود اون تیغه. درسته؟ حالا دوباره CU هم همین کارو کردم، الکترود CU رو گذاشتم تو محلولی از خود CU. خب یعنی اینا رو کاملا از هم جدا کردم. پس زمانی که این نیم واکنش اکسایش انجام میده، یعنی ZN میشه ZN دوبار مثبت به اضافه 2 الکترون. الکترونش الان کجا بره؟ مجبور میشه از این مدار بیرونی که من یه سیم گذاشتم عبور کنه بیاد سمت CU. چون اگه من CU رو اینجا میذاشتم، سریع میومد با CU واکنش میداد و اون الکترون ها رو CU میگرفت یا همون مس. اما زمانی که جدا کردم ظرف رو، این الکترون ها مجبورن از مدار بیرونی یا همون سیم حرکت کنن و برسن به CU. همین حرکتش باعث میشه من جریان الکتریسیته داشته باشم و ازش استفاده کنم. مثلا من اینجا یه لامپ گذاشتم که یعنی روشن میشه. شما میتونید اینجا یه ولت متر بذارید. وقتی ولت متر بذارید دقیقاً حتی ولتاژ رو به شما نشون میده که الان این الکترونی که شما ایجاد کردی یا الکتریسیته ای که شما ایجاد کردی ولتاژش چنده. درسته؟ اون ولتاژ رو راحت میتونه بهتون نشون بده و شما حالا قوی بودن یا ضعیف بودن سلولتون پی ببرید. درسته؟ به این شکلی که من کشیدم میگن سلول الکتروشیمیایی، یعنی سلولیه که میتونه انرژی شیمیایی رو به الکتریسیته تبدیل کنه و برای ما برق تولید کنه. خب اینی که اینجا کشیدم چیه؟ این یه پل نمکیه. خب این پل نمکی رو چرا قرار میدن بین دو تا محلول؟ نگاه کنید، پل نمکی یعنی داخلش نمکه، مثلا NaCl به عنوان مثال یه نمک بی اثر میذارن. خب این نمک رو میذارن که چه اتفاقی انجام بشه؟ ببینید شما میبینید که ZN دائما داره تبدیل میشه به ZN دوباره مثبت. درسته؟ خب توی این ظرف ما آنیون به اندازه همینی که گذاشتیم، به اندازه همین محلوله داریم، یعنی هر چی ZN داریم آنیون هم داریم. حالا که داره ZN دوباره مثبت اضافه میشه، خب داره کاتیون تو ظرفم زیاد میشه. من این کاتیون ها رو باید آنیون داشته باشم که خنثاشون کنم. درسته؟ وگرنه اگه زیاد کاتیون داشته باشم دیگه این مدار متوقف میشه. پس برای همین پل نمکی گذاشتن که این پل بتونه آنیون ها و کاتیون هایی که مورد نیاز هر دو طرف هست رو تامین کنه. اینجا هم همینطوره، همه CU دوباره مثبت ها دارن تبدیل میشن به CU. خب کاتیون کم میشه، آنیون زیاد میاد. درسته؟ برعکس اینجا کاتیون زیاد میشه، اینجا آنیون زیاد میشه. پس میاد چیکار میکنه؟ دوباره این پل نمکی کمک میکنه که این آنیون و کاتیون شما خنثی بشه فوری و این جریان برق شما مدام ادامه داشته باشه. خب اینجا هم هر دوش نوشتم که ZN میشه ZN دوباره مثبت به اضافه 2 الکترون. ZN از فلز داره کم میشه اما داره تو محلول زیاد میشه. این قسمتش توی کاتود CU دوباره مثبت ها الکترون هایی که از اینجا میان رو میگیرن میشینن روی CU و CU برای ما فلز ایجاد میشه. پس نگاه کنید رفته این ZN ما داره از بین میره، به جای CU ما داره کلفت تر میشه، یعنی مقدار زیادتر CU اضافه میشه. چرا؟ چون این الکترون هایی که میاد با CU دوباره مثبت واکنش میدن و تبدیل میشن به مس جامد و روی خود الکترود میشینن. پس اگه من بعد از این واکنشی که یکم از واکنش سلول الکتروشیمیایی تموم شده تا الکترودم بیرون بیارم، ببینم این الکترود من لاغرتر شده، یعنی مقدار ازش کم شده، اما این الکترودم چاقتر شده یا کلوفتر شده، به مقداری بهش اضافه شده. حتی این یه آزمایشی هست که معمولا به بچه‌ها ما میگیم انجام بدن و میگیم قبلش اینا رو وزن کنید، بعدش هم که تو واکنش انجام شد بازم وزن کنید. دقیقاً از توی ترازو مشخص میشه که یه مقداری به این اضافه میشه اما یه مقداری از این الکترود کم میشه. خب
نیرو محرکه پیل های الکتروشیمیایی رو اینجوری مشخص میکنن که ای پیل برابر است با ای کاتود منهای ای آنود. خب من برگردم اسلاید قبلی. این ای حالا نیرو محرکه همون ولتمتریه که من گفتم اینجا اضافه کنید. شما میتونید جای این چراغه یا این لامپه یه ولتمتر اضافه کنید. ولتمتر یه عدد بهتون میده. این عدد میشه ای سلولتون یا ای پیلتون، درسته؟ یعنی این مقدار الکتریسیته‌ای که میتونه پیل شما یا سلول شما ایجاد کنه. خب این یه عدد هست دیگه. این عدد از کجا میاد؟ شما میتونید از فرمولش استفاده کنید، همونطور که گفتم تو اسلاید بعدی. ای کاتود منهای ای آنود. مثلا پیدا کنید که ای CU چنده، حالا توی کتاب ها هستن در موردش کامل صحبت میکنم. بعد پیدا کنید که ZN ایش چنده. خب این کاتود این آنود دیگه. مقداری که این کاتود داره رو منهای مقدار آنود میکنم و ای سلول من به دست میاد، درسته؟ پس هر دو کاتود منهای آنود اگه من بکنم توی هر سلولی، من ای سلول رو میتونم یا ای پیل رو به وجود بیارم که بهش میگن نیرو محرکه پیل هم بهش میگن. خب این رو الان تو مثالهای بعدی حل میکنیم در موردش. خب پتانسیل استاندارد الکترودها چیه؟ الکترود هیدروژن به عنوان مرجع انتخاب شده و در شرایط استاندارد ای آن برابر با 0 در نظر گرفته شده، درسته؟ پس الکترود هیدروژن به عنوان مرجع انتخاب شد و تو شرایط استاندارد که میدونین دما 0 درجه، حالا فشار حالا 1 اتمسفر انجام شده و ای اون رو خودشون 0 گرفتن، درسته؟ این نیم سلول رو 0 گرفتن. حالا بقیهش اومدن نسبت به این الکترود هیدروژن سنجیدن. مثلا من یه لحظه اسلاید قبلی برمیگردم. خب مثلا هیدروژن رو گذاشتن اینجا، اون الکترودی که گفتن 0، بعد اومدن این ور CU گذاشتن، این عدد رو خوندن. بعد این عدد که خوندن، چون که گفتن هیدروژن 0 با همون فرمول ای سلول برابر است با ای کاتود منهای ای آنود، یکیش بالاخره حالا هیدروژن چه کاتود باشه چه آنود باشه یه عددی داریم، عدد ای سلول هم که مشخصه. پس اون یکی رو که حالا مثلا CU هست با استفاده از فرموله به دستش میارن، درسته؟ پس برای یکی یکی از نیم سلولا این کارو میکنن. یه بار هیدروژن میذارن با ZN، یه بار هیدروژن میذارن با CU و به همین ترتیب. پس میتونیم پتانسیل های استاندارد سایر الکترودها رو هم با هیدروژن به دست بیاریم، درسته؟ خود هیدروژن 0، مثلا CU رو به دست آوردن 34 صدم، مثلا Fe رو به دست آوردن منفی 44 صدم و به همین ترتیب، درسته؟ پس یه چیزی رو به عنوان مرجع انتخاب کردن، حالا گذاشتن با استفاده از فرمولی که بالا نوشته، برای بقیه الکترودها هم عدد به دست آوردن. خب به صورت قرارداد ای0 کاهش همه عناصر در نظر گرفته میشه. یعنی اون عددی که گفتن برای کاهش همه عنصر هاست. خب حالا ما چطور متوجه بشیم این عددی که دادن کدوم میتونه کاتود باشه کدوم میتونه آنود باشه؟ توی مورد بعدی براتون نوشتم هرچه ای0 که شما به دست میارید، هرچه ای0 حالا توی کتابا نوشته، هرچه ای0 کاهش عنصری منفی تر باشد، تمایل به از دست دادن الکترون آن بیشتر است، پس اکسایش می‌یابد. پس نگاه کنید، هرچه ای0 شما عددی منفی تر باشه دوست داره اکسایش پیدا کنه، یعنی دوست داره آنود باشه. حالا برعکس، هرچه ای0 تون مثبت تر باشه دوست داره الکترون بگیره، یعنی دوست داره کاهش پیدا کنه یا کاتود باشه. این دوتا مورد رو باید شما بلد باشید. پس اگه دو تا ای0 به شما دادن، گفتن با هم مقایسه کنید، درسته؟ بگید اگه من از این دوتا یه سلول بسازم کدومش کاتود میشه کدوم آنود میشه. شما نگاه به دوتا عدد میکنید، اونی که عددش منفی تره میگید این آنود میشه، چون هرچه منفی تر باشه دوست داره اکسایش پیدا کنه. اگه هر کدوم مثبت تر بود شما میگید که این میتونه چی باشه؟ کاتود باشه. پس باید بلد باشید با هم دیگه مقایسه‌شو انجام بدید. خب اگه به شما دو تا عدد داده بود، یکیش منفی یکی مثبت، خب خیلی ساده است. منفی رو میگید آنود، مثبت رو میگید کاتود.
اما اگه دو تا عددی که بهتون داده باشه مثبت باشه چیکار میکنید؟ خب میگید اونی که مثبتش بیشتره کاتوده، اونی که مثبتش کمتره آنوده. حالا اگه دو تا عددی که بهتون داده باشن دوتاش منفی باشه چیکار میکنید؟ خب بازم میگید اونی که منفی تره آنوده، اونی که منفیش کمتره کاتوده. درسته؟ پس هر سه مورد رو لطف کنید بلد باشید. حالا نگید حتما باید ای صفرایی که به من میدن میخوام مقایسه کنم یکیش منفی باشه یکی مثبت تا من سریع متوجه بشم کدوم آنود و کاتوده. ممکنه به شما 2 تا منفی یا 2 تا مثبت داده بشه، شما کاری نداشته باشید. هر کدوم از اونایی که به شما دادن منفی تر باشن میگید که اون دوست داره آنود باشه، هر کدوم که مثبت تر باشن بهش میگید که دوست داره کاتود باشه. خب یه مثال آوردم اینجا براتون. ولتاژ پیلی با الکترودهای نیکل و زدن 51 صدم ولت می باشد. یعنی نیکل و زدن رو گذاشتن، ولتاژ پیله رو به دست آوردن. با توجه به اینکه ای صفر روی برابر منفی 76 صدمه یعنی زدن رو داده، پتانسیل کاهشی نیکل که به عنوان کاتوده چقدره؟ خودش اینجا گفته کاتود کدومه. شما میگید ما از همون فرمول ای صفر برابر است با ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود استفاده میکنم. ای سلول رو به هم داده 51 صدم، درسته؟ ای سلول رو داده 51 صدم. ای کاتود رو خودش گفته ندارید، منهای ای آنود رو داده منفی 76 صدم. خب منفی 76 صدم رو میذارم تو پرانتز. منفی در منفی میشه مثبت دیگه، درسته؟ اینو اشتباه نکنید، حتما این منفی رو بذارید. حالا اگه خودش هم ای صفرش منفی داشت بذارید. منفی در منفی شما میشه مثبت. خب پس من ای کاتود رو میتونم به دست بیارم 51 صدم، این میاد این سمت، بنابراین دوباره میشه منفی 76 صدم برابر با منفی 25 صدم. خودتون دیگه به دستش بیارید. حالا اینو اول تبدیل کنید به مثبت، بعد ای کاتود رو خواستید به دست بیارید میشه 51 صدم، این میره این سمت چون مثبته میشه منفی دیگه و راحت ای کاتودتون به دست میاد. یه مثالی که میتونیم توی این قسمت داشته باشیم. خب این مثال رو هم بگم خدمتون. ای صفرهای زیر را در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید. خب 2 تا ای صفر بهتون داده، یکی ای صفر مصر رو داده 34 صدم، یکی ای صفر اف ای رو داده منفی 44 صدم. خب قبل از که حل کنیم خب مشخصه دیگه این منفیه این مثبته، پس این دوست داره آنود باشه این دوست داره چی باشه؟ کاتود باشه. خب سوالا رو حل کنیم. گفته کدام یک آنود و کدام یک کاتود است. حالا سوال ساده ای پرسیده. خب اف ای آنود، سی یو کاتود هست. ولتاژ پیلی که به وسیله این دو الکترود ایجاد می شود و تعیین کنید. اینم سوالش ساده است. ای سلول میشه ای کاتود منهای ای آنود. ای کاتود من 34 صدمه منهای ای آنودم منفی 44 صدمه، منفی در منفی میشه مثبت، پس ای سلول من میشه 78 صدم. 2 تا سوال ساده بود. این سوال دقت کنید. گفته معادله شیمیایی واکنش کلی این پیل چگونه است؟ خب این یکم مهم هست، شما باید تشخیص بدید. این گفتیم کاتود، این دو گفتیم آنود دیگه. خب باید 2 تا نیم سلول بنویسید، نیم سلول حالا آنود و کاتود یا نیم سلول اکسایش کاهش رو بنویسید. بعد با توجه به این نیم سلول بیاین واکنش کلی رو بنویسید. این یکم دقت لازم داره. خب من چطور اف ای رو بنویسم؟ ما گفتیم اینجا اف ای آنوده یا اکسایش پیدا میکنه. شما باید جوری اف ای رو بنویسید که 2 تا الکترون یا هر چند تا الکترونی که قراره به این نیم واکنش اضافه کنید به سمت فراورده ها باشه که بتونیم بگیم اکسایشه. یعنی چی؟ یعنی شما حتما باید بنویسید اف ای میدهد اف ای 2 بار مثبت به اضافه 2 الکترون که بشه نیم واکنش اکسایش، درسته؟ و برای سی یو باید جوری بنویسید که 2 تا الکترون به سمت چپ باشه، یعنی تو واکنش دهنده باشه که من میتونم اسمشو بگم چی؟ کاهش. پس میشه برای سی یو باید بنویسم سی یو 2 بار مثبت به اضافه 2 الکترون میدهد سی یو که این بشه کاهش. خب پس شما باید این قسمت یه ذره دقت کنید. اولای کار که سختتون هست شاید اینجوری بنویسید، من یه راه حل دارم براتون. مثلا نمیدونید بنویسید اف ای میدهد اف ای 2 بار مثبت، یا نمیدونید بنویسید اف ای 2 بار مثبت میدهد اف ای. شما یه کاری کنید، تو حالا یه چک نویسی جدا بیاید این کارو بنویسید، این کارو بکنید. یه بار بنویسید اف ای میدهد اف ای 2 بار مثبت، یه بار بنویسید اف ای 2 بار مثبت میدهد اف ای، چون بلد نیستید کدوم میشه اکسایش.
بعد حالا بیاید موازنه کنید، هر کدوم به صورت جدا کنه، ببینید کدومش 2 الکترونش میفته سمت راست، میگید این درسته. پس بیاید حتما این کار رو انجام بدید. اگه واقعا نمیتونید سریع بگید نیم واکنش اکسایش من چجور Fe رو بنویسم که نیم واکنش اکسایش بشه، دوتاشو بنویسید و این کدوم اکسایش میشه، بعد اونو وارد حالا اصلی ورقه اصلی بکنید. برای این هم همینطور شما باید جوری Cu رو بنویسید که دوتا الکترون بیفته سمت چپ. یعنی اگه شما بنویسید Cu میده Cu دوباره مثلا اضافه 2 الکترون، غلطه. چرا؟ چون 2 الکترونش افتاده سمت راست، پس میشه نیم واکنش اکسایش. در صورتی که من به شما گفتم این میشه کاتود، یعنی نیم واکنش کاهش توش صورت میگیره، و این میشه آنود، نیم واکنش اکسایش توش صورت میگیره. درسته؟ پس باید حواستون به این قسمت هایی که مینویسید باشه. خب این چی دیگه؟ الان گفته که معادله کلی رو بخوام بنویسم، اینجا 2 الکترون، اینجا هم 2 الکترون، پس هیچ لازم نیست که هیچ نیم واکنش رو در عددی ضرب کنم. واکنش کلی راحت به دست میاد، میشه Fe به اضافه Cu دوباره مثبت میدهد Fe دوباره مثبت به اضافه Cu. تنها دقتی که باید تو این قسمت بکنید همین قسمتی که مشخص کنید که کدوم رو باید بنویسید که برای اکسایش و کاهش مناسب باشه. خب یه تمرین بهتون دادم، انجام پذیری یا انجام ناپذیری واکنش های زیر رو پیش بینی کنید. با توجه به این چیزایی که بهتون یاد دادم لطف کنید این سوالو خودتون حل کنید. حالا قبل از اینکه من بخوام حالا جوابش رو توی حالا جلسه بعد توضیح بدم، شما اول سعی کنید حلش کنید، بعد بیا جلسه بعد رو نگاه کنید که ببینید حالا خودتون رو یه محکی بزنید که یاد گرفتید یا نه. انجام پذیری یا انجام ناپذیری واکنش های زیر رو پیش بینی کنید. دو تا E0 بهتون داده، E0 Cu رو داده، E0 Ag رو هم داده. میگه ببینید با توجه به این E0 هایی که من دادم این واکنش الف و ب انجام میشه یا نمیشه. مثلا چی؟ الف رو گفته قرار گرفتن قطعی از فلز مس در داخل محلولی حاوی یونهای آجی مثبت. ببینید اصلا واکنشی میده یا نه، همینجور باقی میمونه. بعدی گفته قرار گرفتن قطعی از فلز مس در داخل محلولی حاوی یونهای H مثبت. خب من یه توضیح مختصر میدم خدمتتون که اگه خواستید حل کنید مشکلی نداشته باشید. قرار گرفتن قطعی از فلز مس در داخل محلول یعنی من Cu دارم، فلز مس دارم دیگه. خب فلز مس تبدیل میشه به Cu دوباره مثبت اضافه 2 الکترون، پس اکسایش پیدا میکنه یا تو آنود اتفاق میفته. آجی مثبت وقتی دارم، خب نه، آجی مثبت الکترون میگیره میشه آجی، پس این چی میشه؟ کاتود اتفاق میفته، توی کاتود اتفاق میفته. خب حالا شما مشخص کردی اینی که بخواد اتفاق بیفته باید باید مثل اکسایش پیدا کنه و آجیت کاهش پیدا کنه. درسته؟ خب اینو از رو این فهمیدید. اما شما باید به E0 دقت کنید. E0 Cu 34 صدامه، E0 آجی 8 دهمه. خب طبق اون چیزی که ما به شما گفتیم، طبق E0 بخواید کاتود و آنود مشخص کنید، این مثبتش بیشتره پس کاتوده، این مثبتش کمتره پس آنوده. درسته؟ خب شما طبق E0 مشخص کردی حتما آجی کاتوده و Cu آنوده. درسته؟ باید اینجوری باشه. اگه اینجوری باشه میگید واکنشت انجام پذیره. خب شما طبق این چیزی که توی اینم به دست آوردید همین شد دیگه، مثل شد اکسایش پیدا کرد آنود شد، اینم کاتود شد دیگه. درسته؟ بنابراین میگه چون این عبارت دقیقاً منطبق بر E0 هست پس این واکنش مثلا انجام میشه. درسته؟ پس شما اون عبارتی که دارید حتما باید منطبق باشه به E0 که بهتون گفته. مثلا این کاتود و آنود مشخص کردن، کاتود و آنود شما هم باید این بشه. اگه این شد میگید واکنش انجام پذیره، اگه نشد میگید واکنش انجام پذیر نیست. خب یه توضیحی بهتون دادم به صورت خلاصه، امیدوارم که متوجه شده باشید برای حل کردن این باید چیکار بکنید. حالا اگه تونستید حل کنید، اگه هم نه که منتظر بمونید تو جلسه آینده من کامل اینو براتون توضیح میدم. اینجا هم که H مثبت رو دادم که میدونید E0 H مثبت به خاطر این بهتون دادم که همه میدونن E0 H صفر دیگه. ما خودمون گفتیم هیدروژن رو همیشه صفر در نظر میگیریم، پس خودتون میتونید یه E0 هیدروژن هم اضافه کنید صفر که بتونید به این قسمت ب هم جواب بدید. خب تا همینجا کافیه. انشالله برای بقیهش که نماد قراردادی هست و این موارد رو انشالله میذاریم برای جلسه آینده.
موفق و مؤید باشید. انشاءالله تا جلسه آینده. خدا نگهدار.